سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه که اولش پروردگار و شما هست که چقدر ما مردمی نیازمند کمک میکنیم. الحمدلله دوستان عزیز، همین مسجد یاد داره شما دوستان مهربان. الحمدلله ما تیرماهای 3 میلیون 200 همین مسجد خریداری کردیم. از یک مقصد از روستا بگیم خریداری کردیم با نیتی مسجد. الحمدلله خریداری شد، بهار شد، ما انتظار شدیم به بهار برای که همین ساختمان همین مسجد سر شود. دوستان عزیز در ما 4 میلیون درکار است. 4 میلیون سومی که جمع شود در کارتای قاری آیت الله که تمام شخصای شما میشناسید دوستان عزیز، به خاطر الله، به خاطر روز قیامت. چه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه دوستان، بدونه که کسی که در این دنیا در این زمینی مقصد خداوند اگر یک مسجد میسازه، بدونه که در بهشت در جنت چی میگن خداوند برای یک خانه میسازه. به همین خاطر در این کاری خیر دوستان شما میگم عقب کشی نکنید. 1 روبل 10 روبل کسی میتونه متریال، کسی میتونه سیمین، بیتون، خیشت، یعنی که به طرف میرسه. این برادر ما چی نام داره اکا جون؟ این مختار محمد مختار نام. بله، این اکای محمد مختار یعنی امام مسجد همی است که از یک خانه را بگیم مسجد کردن تا حاضر خوانده ایستادن از 2011. الحمدلله این مسجد در سنتر همین گورد صفان و سمنسک اوبلاست در همین جاست. باز میگم از هر یک قدم شما خواهش میکنم، من باوری دارم که شهر بچه‌ای که فقط میگفته مسجد کی سر میشه، کارش کی سر میشه، بگیم آغاز شد. کارتا قاری آیت الله سوم در دست قاری آیت الله جمع گیر میشه. ان شاء الله ما همه میگیریم، ان شاء الله جمع آوری میکنیم 4 میلیون. این برادر استا هست اکا جون چی نام داره خدا؟ رحمت الله. اکای رحمت الله استا هست که ان شاء الله وقت سوم جمع آوری شد ما این برادر میگیریم با مسکو را میبریم، همون استروی متریال میدروریم ان شاء الله خریداری میکنیم، در فروها زده به همین جمعیت کار ان شاء الله سر میکنیم. ما حرکت کرده ایستادیم که ان شاء الله تا تیرماه ان شاء الله ما همین مسجد بسپاریم. با هم خود دوستان مهربان از هر یک قدم شما خواهش میکنم باز که یعنی که به طرف نباشه، دستگیری کنه قدمت که باوری داشته، یعنی که دباری ما بده میگفته برادر کی سر میشه مسجد، کاری مسجد دوستان عزیز سر شد. الحمدلله خواهش میکنم 50 روبل 100 روبل کسی که نداره دعا کنه که مسجد ما کارش سر شود. خدمت که دوستان عزیز اگر امکانیتی باز نداره همین ویدیو را پهن کنه، خدمت داره دوستان عزیز میتونه 1 روبل 10 روبل خدمت که با سهمگذار هست یعنی صاحب کار را در نظر دارم. خواهش میکنم از هر یک خدمت که به طرف نباشه. باوری دارم که ما با سری بلند ان شاء الله از عهده این کار میبریم. اکای دوملو یگان سخن داشته باشه اگر خودت گپ بزن. عزیزان برادران، به حساب تشکر پروردگار بکی انا خدا خواهد نصیب باشد بهار آمد ریمانتش سر میکنیم. میخواهیم که از شما هر یکیتان کمک کردنتونه. پروردگار قرآن کریم میگفت که من عمل صالحا فلنفسه، هر یک کسی که نقضی کند از برای خودش انشاءالله، کی دعا کند، کی کمک کند، کی یک این و یا رسپرسرنت کند. پیغمبر خدا گفتن که هر یک بنده وفات کند اگر نامه اعمالش میستاد، یعنی مگرم 3 کار کردگی باشد اگر دوام میکند. این همون یک دیش که صدقه جاریه. صدقه جاریه کی یک مسجد سازد که هم به حرکت کرده یاردمش کند، البته پروردگار جنت به میوه قصر میسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بله دوستان عزیز، یک چیز فراموش نکنید که الحمدلله کار مسجد سر نشیده. الحمدلله از چی میکنیم دوستان عزیز؟ از وطن عزیزمون اوجه بگیم نامه که یعنی سوم یک مبلغ الحمدلله جدا شد برای همین مسجد. الحمدلله با اون خاطر سومی اول گذاشته شد از وطن عزیزمون از بعضی برادرای خیرخواه الحمدلله و شما را میتونه در همین کار خیر ما یعنی که خوش شوه در همین کار خیر ما الحمدلله. اگر مسئله دکومنتاسیون الحمدلله دکومنتاش هستن مسجد افور میشه. اگه ای مسئله برادرایی که تتریستان بگیم در تحت نظارت هست ان شاء الله این مسجد مدرسه و جای عبادتگاه پروردگار میشه. خداوند نگهبان هر یک قدم شما باشه، رحمت کنه پدر و مادرتون که باوری میکنه دستگیری میکنه. از این کاری ما همه بلاگرایی که در کار خیر هستن ان شاء الله با خبر هستن. اکای منصور، اکای حبیب الله، اکای تاج مسلم، تمام شخصیت ها ان شاء الله با خبر هستن دوستان. با هم خاطر ان شاء الله حرکت کنه که در همین کار خیر ما دوستان عزیز سهمگذار باشه، ویدیو را پهن کنیم به طرف نباشه. باقی در امان خدا و رحمت خدا برای همه، رحمت برای برادرایی که از تاجیکستان سهم گذاشتن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خدا نگهدار.